بسیار سری وقت همین نقطه نازک رو دریافتید. اکنون دوستان عزیز و ارجمند سید جلال سعیدوف پهلوان شناخته تاجیک میبراید و ببینیم در مقابل حریف ازبکستانیش اری هوماباتو از جمهوری مردمی چین بله چگونه رقابت میکند. ورزشگر جمهوری مردمی چین در دور اول بر مقابل کوبینا کوفی کریم از کودیوار یا کشور از ساحل اوج اولمپیاد به دست آورده بود و به نظر می رسد که ورزشگر جمهوری مردمی چین ورزشگر مغول تبار باشد. این علاقه از نامش معلوم است. سید جلال سعید با جودوگی سفید هست. ورزشگر 28 ساله تاجیک در مقابل حریف 28 ساله خود از کشور جمهوری مردمی چین اری هوماباتو و تماشا کنید سید جلال سعیدوف آیا طی سالهای آخر توانسته که در تشکل فنون جودو باید همون دست بگیرد یعنی انکشاف داده شیدو میتونم برای سید جلال چون که باید با دست قپره دست نگریزه در همین حالت یعنی وقتی که دستی راست خود رو برای گرفتن کمیکات دوباره همون حالت هم میبیند و کوشش کرد که یوچمات استفاده برد و این بر سود او بود. یک حرکت تکنیکی همین به نظر میگیدند همون دوباره بله و باز همون کمیکات را از دست داد هم دست هم همون گریبون ها ورزشگر میخواد همون یوچمات را استفاده برد. سیدی حمله هم از سوی سید جلال بود و در مورد شیدو احتمال قضاوت کنند دوباره افریقایی چون باید همون اصول نتید همون کمیکات را با همون حریف خطایی خود نتید و هر دوی این ورزشگران در آسیا یعنی چون با سویه کسبی یا سابقه ورزشی یا کره اشون کشیدند سید جلال سعیدوف از لحاظ داشتن دستاورد نسبت باز برتر است. کمیکات را قپیدن در کنم از اون اصول برآوردن در کنم باید با دیگر طرف گشتین گیرد. بله سید جلال به سمت راست کار میکند و یک اصول درست است باید به سمت چپ خودم گذراند و یک اصول ضربه آیی پشت پای حریف شیدو میتونم برای ندادن دست چون که دست نمیتواند سید جلال باید دست قپد یا نگریزاند دست خودم باری دیگر باید یک حرکت از طرف ورزشگری و این فشار بود یا اینکه این حرکت است باید اصولای آشواز را استفاده برد در همین حالت تکنیکه های دست تکنیکه های پا حریف آش پا باز همون اصولا میقپد حریف خطایی و حرکت میکنم باز آشی وازه را بسیار استفاده میبرم تی وازه در کدام مورد بیشتر با کار میرم؟ تیخ و دستی تی از حساب دست باز یک برای حرکت باز و این گونه یعنی اصولی لب دادن از پشت این ممنوع است ممنوع است ولی این حرکت بسیار خطرناک است ولی نباید اجرا شود اگر یک حرکت همین تکنیکی اجرا شود ممکن ورزشگر ما دویمش به دست میگیرد چون کم فاول است باز از دست میتد همون دست چون باید همون از همین حالت باید برود سید جلال ولی باید از دست میتد اینجا تاثیر گوشتین ملی رو در گوشتین جودو چون نمیدونید همین خلال میرسوند همون حرکت های گوشتین ملی باز یک پرتاب ولی وزاری استفاده باید استفاده حریف همون حریف سید جلال همون اصول با استفاده و با استفاده برد همون برزید حمله و یک وزاری پیش صف است وقت یک دقیقه دیگر مونده است سید جلال فقط باید در هجوم باشد در هجوم حرکت کند یا وزاری رو جبران کند یا برابر کند و یا ولی متاسفانه همون کمیکات اساس کمیکات باید از دست نتید باز همون طرف اکنون موقعیت یافت باز همین باید همین ترتیب باید گشتین گیرد از قسمت بالایی با مورد گرفت اما اجرا نکرد
و انا همین اصول زیدی حمله ولی ببینید متاسفانه باز همون اصول استفاده برد عریفشون و با ایپون و تخته پشت. این اگرچه وزری داشت بالای وزری باز یک ایپون پرتاب کرد. سیدجلال سعیدوف یعنی در روشی فنون جودو چگونه ارزیابی می‌کنید تا سال‌های اخیر هنر استعدادش؟ تجربهشون در مسابقه و بسیار از بله نمیرسد اون تعداد استعداد همون مربی نمیرسد به این ورزشگران ما، چون که ما باید ورزشگر مربی چی فکر صاحب تجربه میکنید؟ در کار است. کدام سطح مربیان باید باشد؟ سطح مربی و درجه بدنی ولی که قطعی همون